Hello, my name is Mahdi, my surname is Qamilu. I'm very glad that you have chosen my channel to learn English. I have been teaching English more than 15 years to different students in different levels, and it is my honor to say that some of those students are teachers themselves. And I wish I could help you as well. Who is this channel for? This channel is for those people that they have known nothing about English language, even they cannot pronounce an alphabet of English, or for people like houseworks that they do not have enough time on their hands to attend classes, or for businessmen that time is very precious for them and going to classes is very time consuming, or even for school students that they wanted to be successful in their school tests. If you are one of those people that I have mentioned, this channel is exactly for you. با درود، مهدی قمیلو هستم. از اینکه کانال من رو برای یادگیری زبان انگلیسی انتخاب کردید سپاسگزارم. این کانال یا بهتره بگم این ویدیو کلاس ها برای چه کسانی مفیده؟ برای کسایی که هیچ اطلاعی از زبان انگلیسی ندارن یا اطلاعات اونا بسیار محدوده، یا برای خانه‌دارها که همیشه دنبال فرصتی میگشتن تا زبان انگلیسی رو از یک جای شروع کنن، یا بیزینسمن ها که همیشه در حال سفر هستن و دوست دارن که یک سورس و منبعی برای آموزش زبان داشته باشن و شرکت در مؤسسات زبان برای اونها بسیار زمانبر هست، یا حتی برای دانش آموزان مدارس که فقط قصد موفقیت در امتحان مدارس خود رو دارن. اگه شما هم جزو افرادی که گفتم هستید، کانال درستی رو برای آموزش زبان انتخاب کردید. دوستان احتیاج دارم یه توضیح کوچیک در مورد هدف ویدیو و قراره تو این ویدیو کلاس ها چیکار کنیم خدمتتون عرض کنم. ببین ویدیو کلاس ها قراره از سطح پیش مقدماتی، یعنی کسی که چیزی در مورد زبان انگلیسی نمیدونه، تا سطح پیشرفته آپلود بشه و سعی میکنم هر هفته ویدیو برای آپلود داشته باشم. سعی میکنم کیفیت ویدیوها بالا باشه و حرفه‌ای باشه و سرتیتر هر جلسه رو همون جلسه بتونیم تدریس بکنیم و ببندیم و چیز مبهمی برای شما که دارید یاد میگیرید نباشه. سعی میکنم ویدیوها رو کوتاه آپلود بکنم که حوصله سربر نباشه. ببینید میتونم به شما قول بدم که هر جلسه از ویدیوهایی که ما داریم و آپلود میشه خدمت شما برابر میکنه با 7-8 جلسه آموزشگاه. نه اینکه آموزشگاه بد باشه یا رفتن به آموزشگاه خوب نباشه، حالا فاکتور بگیریم شلوغی، مسیر را نمیدونم، نرسیدن وقت برای شما تو کلاس صحبت کردن. به خاطر اینکه من 10 سال خودم سابقه تدریس توی آموزشگاه رو دارم خدمتتون میگم. به خاطر اینکه آموزشگاه سیاستی که دارن یه قسمت محدودی از یک کتاب رو میتونن استاد درس بده، به خاطر اینکه معلوم کردن یه مقداری از اون کتاب برای شما تو اون جلسات تدریس داده بشه. حتی اگه شما کشش آموزشی هم داشته باشی و حتی اگه دلت هم بخواد که بیشتر آموزش ببینی، وقت نمیشه و استاد حق نداره که به شما آموزش بده. حالا گفتم فاکتور بگیریم مسائل دیگه مثل شلوغی و رفتن، و حتی اگه شما دارید سر کلاس ها میری، سر کلاس های زبان تو آموزشگاه میرید، این ویدیوها خیلی میتونه کمکتون کنه که سرعتتون بالا بره. ببین من تو یوتیوب خیلی گشتم ولی کلاسی ندیدم که از 0 تا 100 شروع کنه برای کسایی که هیچ چیزی در مورد زبان نمیدونن آموزش بذاره. به خاطر همین تصمیم گرفتم که خودم شروع کنم 0 تا 100 زبان رو درس دادن. میگم ویدیوهای خیلی خوبی بودن، اساتید بزرگی بودن، آموزش‌های خیلی خوبی بودن، ولی خیلیاشون برای اساتید بودن، خیلیاشون حالا بماند بعضیاشون شوآف بودن برای فروختن پکیج و اینجور چیزا، نمیدونم آموزش زبان در 30 روز، آموزش زبان در خواب. ببین اگه دنبال همچین چیزایی هستید، این کانال من به درد شما نمیخوره، چون که ما همچین چیزی تو انگلیسی نداریم. شما اگه بخواید زبان یاد بگیرید باید وقت بذارید. ببینید حلقه گم شده این داستان خود شما هستید. تدریس میکنم، من سعی میکنم از جدیدترین متد و پرسرعت ترین متد برای یادگیری شما استفاده بکنم و سعی میکنم جلسات رو جوری بکنم که شما بتونید آموزش رو کامل ببینید و چیز مبهمی نمونه. گفتم دوباره میگم، 2-3 بار تو این ویدیو تکرار کردم، حلقه گم شده این داستان خود شمایید. ما انگلیسی در خواب و آب و همچین چیزی نداریم و شما یاد نمیگیرید و گفتم زده میشید و بدتر هستش. و من قصد دارم تو این ویدیوها فقط صحبت کردن و آموزش ندم. ببینید 4 تا مهارت ما داریم، نوشتن و خوندن هستش و صحبت کردن و شنیدن هستش، که این مهارت ها همون listening, speaking, writing, reading که تو انگلیسی بهش میگن. خب خیلی بده شما بتونید صحبت کنید ولی مثلا یه جا مراجعه کنید و قراره یه فرمی جلوی شما بذارن، مثلا اون فرم رو پر بکنید و شما نتونید اون فرم رو پر کنید. به خاطر همین باید ویدیوها جوری باشه که به اون قصد و مقصودم برسیم.
ببینید یه داستانی فقط میمونه بین که پل ارتباطی من و شما بشه. هر چقدر ویدیوها خوب باشه، من سعی کنم ویدیوها رو خوب آپلود بکنم و چیز مبهمی نمونه، بالاخره یه جایی صحبت‌هایی میمونه، یه قسمت‌های، یه سوالایی برای شما پیش میاد. فکر کنم این مسئله رو هم بتونیم با یه کانال تلگرامی حل بکنیم که بشه یه پل ارتباطی بین من و شما، که شما بتونید راحت اگه PDF هستش، اگه چیزی هستش، اگه ارتباطی، سوالی هستش، بتونیم تو تلگرام با هم دیگه در ارتباط باشیم. چیز خاصی دیگه به نظرم نمیرسه خدمتون بگم. میگم اگه ثابت قدم باشید و واقعا بخواید یاد بگیرید و این طرز فکرتون رو که من یه چیزی رو بتونم سریع یاد بگیرم تو 10 روز، 20 روز، 30 روز، یه ماه، 2 ماه، من نمیگم شاید شما تو 2 ماه بتونید که چند تا جمله یا سنتنسز یاد بگیرید برای یه جاهایی، ولی مثلا با یه نفر صحبت کنید، ولی 4 تا پرسش دیگه از شما بکنه، دیگه شما نمیتونید جواب بدید. اینو من بهتون قول میدم، به خاطر اینکه همچین چیزی امکان پذیر نیستش. این کار زمان بره و هم زمان بر هستش و هم تمرین زیاد میخواد. میگم اگه دنبال معجزه میگردید، واقعا این ویدیو به درد این کانال به درد شما نمیخوره. ولی اگه ثابت قدم باشید و با من همراه باشید، 100% قول بهتون میدم یاد میگیرید. و حتی اگه میگم دارید وارد آموزشگاه میشید و تو آموزشگاه دارید شرکت میکنید، این ویدیو به دردتون میخوره، چون که خیلی سوالاتتون رو جواب میده. میگم چون که وقت نمیکنید شما همش از استاد بپرسید. استاد سر کلاس 20 نفره وقت نمیکنه فقط به سوالات شما جواب بده، ولی من سعی میکنم تو اون ویدیو سوالات، خیلی از سوالات 90% 95% سوالات شما جواب داده بشه و اگه چیزی هم مبهم گفتم از طریق کانال تلگرامی بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. خب تا یه ویدیو کلاس دیگه، بدرود.